دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه نکته درباره لوله های پکیج بگم که موقع لوله کشی میکنید لوله های پکیج رو چطوری نصب کنید. لوله پکیج میخواید نصب کنید همیشه از سمت چپ به راست. اول لوله رفت پکیج رو بذارید، بعد آب گرم، بعد آب سرد و در آخر برگشت پکیج ها. چرا؟ چون وقتی که پکیج رو نصب میکنیم شلنگ ها مستقیم و هر شلنگ مستقیم به لوله خودش میاد، دیگه شلنگ پیش در پیش نمیشه. یعنی موقع پکیج اینجا نصب میشه رفت میاد به لوله میخوره، آب گرم، آب سرد و لوله برگشت رادیاتور. نکته بعدی اینه که یه شیر فلکه همیشه زیر پکیج بذارین، یعنی یه لوله جداگونه بیارین از کنتور یا پمپ زیر پکیج و به ورودی آب سرد نصب کنین. چرا؟ چون موقعی که این شیر بسته میشه کل ساختمون آبش قطع میشه. حالا اینا که میبینیم ما بوش زیاد زدیم، این شیر رو کارفرما از قبل داشت، نگین حالا کار ما خراب بود این همجوری زدیم، نه، این شیر رو از قبل داشت. اصلا دیگه بهش نگاه کنین به این لوله ها نمیخوره، از قبل این آورده بود برای ما، گفته بود اینو استفاده کنیم و ما استفادهش کردیم. ایرادی در کار ما نیست. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و برای آموزش های بعدی چنل منو سابسکرایب کنید.